صنایع دریایی شهید تمجیدی بندر انزلی، جایی که برگ دیگری از کتاب پر افتخار سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آن ورق می‌خورد. ندای بلند ایرانی میتواند این بار از سرزمین گیل و دیلم، سرزمین میرزا کوچک جنگلی طنین انداز می شود. ندایی که اقتدار دریایی ایران را از سواحل نیلگون خلیج فارس به آبهای خزر متصل می کند. سازه ما از فولاد و آلومینیوم، ورقای فولادی و آلومینیوم ساخته شده. ما حدوداً روزانه 12 ساعت الی 13 ساعت ما کار میکردیم، کار مداوم. ناوشکن پیشرفته جماران 2 از جدیدترین تجهیزات ناوبری و سیستم‌های پیچیده دفاعی برخورداره و در ردیف شناورهای پیشرفته قرار دارد. ما تمامی سامانه‌های موجود در این شناور رو با استفاده و امکانات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساختیم. مسئولیت شما در این ناوشکن چه بوده؟ مسئولیت من سرپرست جوشکارا و منتجکارا این ناوشکن داشتم. می‌بینم که زخمی شده. این کار اینطوری شده؟ این چیزی نیست در مقابل خون شهدا که رفتن اونجا. این چیز کوچیکیه، جانبازای عزیز ما. ساخت سازی شناور و نصب تجهیزات در 2 مرحله و در مدت زمان کوتاه انجام شده است. با همت بچه‌های اینجا ساخته شده. 14 ماه قسمت سازش طول کشید و حدود 18 ماه هم بخش تجهیزش. اگر بخواین ناوچه دیگری بسازن بازم شب روز کار میکنی؟ 100% با جان و دل آمادم. ما اینجا ثابت کردیم که ما میتوانیم و ما میتوانیم. ایران پاره تن من است. وطنم پاره تنم